سلام. امروز میخوایم سویچ سکاره یا سویچ کولر پژو رو واسهتون تشریح کنیم. 4 تا پین داره. پین یکش مستقیما از کلید AC میاد، پین دوش به سمت کمپرسور کولر میره، پین سهش به سمت ECU میره که فرمان فنو میده، پین چهارش هم که برق با سویچه. یه سری عدد روی سویچ سکاره ها معمولا می نویسه 2.5 18 32 اینا بالا. بعد اینا میخوایم ببینیم چیه. وقتی که فشار گازمون به 2.5 بار میرسه، پین 1 به 2 میچسبه پلاتینای داخل و کمپرسور کولر عمل میکنه. از اون ورم پین 3 و 4 به هم میچسبن. بعد و چیز میشه، فنمون با دور کم شروع به چرخش میکنه. حالا وقتی که فشار گازمون به 18 بار میرسه، هنوز 1 و 2 به هم وصل، کمپرسور کولرمون فعاله و اینجا ECU چیز میکنه، دستور فن دور تون میده که فشار گازمون بیاد پایین تر. بعد از اون ور که فشار گازمون به 32 برسه، پین 1 و 2 با هم قطع میشن، یعنی کمپرسور کولرمون از کار میفته و فقط فن با دور زیاد کار میکنه تا فشار رو تا 18 بار بیاره. وقتی دوباره به 18 بار برسه، کمپرسور وارد عمل میشه، تو مدار میچرخه.